بیاگوموس مانا بیاگومسا بختیم بختیستیم بیاگومسا مانا بیاگومس بهترین حاضر سویجی اینم ناو بختیستیم بیاگومسا خوب اینجا دا مالا با پاروی ناو برای با کلمو کالیفرنیا رو با بیاگومسا می بزنیم میگیریم با این ناو خوب میکنیم دوش میکنیم تپلیتسا گرم خونه بوبوش انا البته اینجا دا کمپری ماماتون مهنت کرده ما در روسیه بودم کمپری ماماتون مهنت کرده من اینجا با کیسه من اینجا جوی کرسلای بوبوش بیتو کرسلای بوبوش من اینجا جوی وای ویدیو سیومکا میکردگی من جوی ویدیو سیومکا میکردی من اینجا حاضر میمونیم تمام اپاراتور را میمونیم یک ویدیو برای دست سوسینا بالا میکنیم برای مخلصا یک ویدیو چه میکنیم خب اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران قندم جوانای محترم نواساکو و حواساکوی قند بابوش زنده و سربلند باشین قندالاتوی بابوش بعد چی گفتنی هستم سلام خدا به مردم غریب میرسونم مردم غریب تماشا میکنن کامنتری خوب مینویسن شخصا همون بازار که بازار لوبلینا و صدوات فود سیتی یوژنی وروتا تماشا میکنن سخنهای خوب میگن بابا نوار که ما غریبیم ما تماشا کنیم یک خاطرهایی دارم که اولین بار ما قدم نهادم به بازار صدوات ایسینی پایان اومدم همین در اومدم بچه ها اومدن پیشواز گفتن هم خیلی خنک بود کافی آورده ایستن تری شگلدکه چی تری آورده ایستن پیراشکی همه چیز آورده ایستن بابا بخو ایادم نمیبره شهرمردای وطن زنده باشین پلا جمع کنین یکی دوست باشین برادر باشین در یاد خدا و رسول باشین در یاد وطن باشین در یاد پدر و مادر باشین دانی گهبانتون باشه شیر الله خب اگه جا سر کنم ولی میگم بابا برنامه نداره خودتون جا همینه میشینیم اگه جا سرش کنم بیاگوموس بگیرین خیلی بخرین خیلی پول نداشته باشین بیاین به پول میتونتون ارزون هم میتونتون هیچ گم نیست بابا هم خیلی خوب خیلی پول جمع کرد خیلی تماشا کرد خیلی گم به پول میتونتون همین چیه کو همین این همین بیا کلونترش بگیره با سوداگرا بکنن خیلی به پول میتونتون اخی هیچ گم نیست اخی چوکه نمیشونه این درختی بده دیگه شنونده نمیشه درختی تیرک شنونده نمیشه درخت ارچه و چهارمغز هیچ درختی دیگه را در روز این گرمی خود شنونده نمیشه درخت پاولونی بابوشه تا مهمه هم میشنونی مهمه همین خیلی ایون دا کینتر اینه که وقت میتونی بشنونیش برای این بشنونی قیمتی نیست یه که همین باشه همین 10 سمت میگن 8 سمت میگن خیلی پول نداشتی به پول میتیم تو اینو نمره رو میمونم این نمره سردار خوجگی و خیمر بسیار بعد زنگ میزنم نمره هوایی بگیریم وای کنه بریم بشونه درخت بریم بشونه خود در کورای گفت همین برای بیاگوموس همین گفتم برای درخت همین گفتگیم شما همین یا بیت شما دامجو میدون چند پول میشه یا بیت شما چند درخت میشه روی که بروام بشونه ندارم پیش حولینتون بازه میشه همش میشه چیز درختی خوبه زنده و سربلند باشین بابا یگان برنامه نداره خیلی گم میزنن خطی مخلصام دینا یک نوار کردیم خطی کمپیرک نوار کردیم ما کم تر برای شیرادار اومدنش میگم تلفن راست بخوام ایت وایش که کم پریکول میکنم کم اون بلوگر هستن که پریکول میکنن شما هیچی نمیگن ویا ما پریکول میکنم گفتم بمبر عذاب دادی
موما را آزاد دادیم. موما بلاگر چیه؟ یا خیلیش میدونی چی گفت با؟ خیلی کمتری بزن. موما را فلان کنم گفتم. موما را که اقارت کنم بیچاره کامera کیسه. موما را فلان کنم بگم. توجیک سربلندم. شما او آدم قطیبا خورده وای کیسه کو سر کار داره که شما نمیشناسینش. نخواب بگه که موما را فلان کنین. بچه شما خیلی نخواهم خیلی گپ زنی خندم گیری موما را گفت بلو در سرشون نکن خیلی آخی تو گوش که همین گپی خوب چه گپ نمیزنی شما گوش که بعد بیا که رزبار رو میکنم بابا برا نماز بخون بابا برا نماز بخون آخی تو را در روز قیامت این نماز خونی من میپرسند ایده گوش که آخی در روز قیامت این نماز خونی من میپرسند این مسجد روی من میپرسند همین میپرسند آخی یک بابا نماز بخون اما جمشیدی قهوه خانه اسماعیل توجیک ده جمشید رفتم سلام علیکم کرد گفت بابا جان یک چیز گپ زدم گفتم چی میگوی گفت که همین کمیته رو من مینویسم بسیار که برای بابا نماز بخون برای نماز بخون نماز جماعت خواندم اسماعیل توجیک پیش درون جماعت خواندم خودش در کافیه در چون کجای میگم ای تو چیکار کردی خودت نماز نمیخونی ناشکری امرت نشو عمر یک بیزار جون کرده کمیته رو نویس خودت نماز نمیخونی بیا نماز بخون خودش نماز نمیخونه و مرا میگه تو دائما پریکول میکردم از زنده باشین کمتر برای دوارو شیردار بیاید برای همین وای میکنم زیغ نشوید همه تا دوست میدارم بابا نوار میکنه بابا رو یوتیوب برای که نمیتونه هر روز نوار میکنه قضیه که میگم دسته نوار میکنه میپرتم خیلی بچه ده بعد بچه واسه ای گلیستان ای نوم ای خیالم برآمد قاینر بچه قاینر گفتن که سلام ما رو برسال سلام شما رو به تمام مردم سربلند تاجیکستان برسونم بچه قاینری گلیستانی واسه بچه فرخور با گفتن که یک تا میدونی چی گفتن یاد جوان کم دزی کرده ای نوشگری کارسو نشوی نه خود جوانو دزی کنن بعد دزی برکت نمیوی دز کی اخی دزی همو گیر دیوانو های با هیچ وقت عید شنبه دز نمیره اونجا که بار یکم چیزا بزا پلو کسا دزیدن سرم وایرون شده نه خود دزی کنه کار کنه اخی نوشگری همو تو نشوا اخی پاولونیا برین بشونه کیرمی کالیفرنیا برین اقلام بکنین اخی نه پاولونیا هفت سالده یکوب تخته میتیا اخی بو ساعت بوشنو همین 7 سال پس همین میجا میزنیم به 7 سال میزگره ساعت یکوبی 100 کوب تخته میشه ده 100 کوب تخته میشه تو میدونی میلیونر میشه چی خیلی نصیحت کنم شما رو نخود دزی کنه انا حرام خری برادران قانون زنده و سربلند باشین کم تر نوارو شیرتر بیا شیردارتر بیا نخواه اقارت کنه اقارت نکنین یک از دیگه برام آدم خو اویت حدیث هم گفت که گفت نک بابا گفت چه میگن گفت جوابشون نتیگو خیلی همو سگ تونو میگم بخشیم سگ میگه میگه که تو بره قدم او آیوس میگه که تو ایسرم حرفش میگو هیچ چطور میگم خیلی مامتون هم اقارت کنه نکه هیچ چطور میگم خیلی بکره که چیزی که میکنین گفتم بگیرین نمیفراتون بابا رو نقض میبینه مصفیدا رو نقض میبینه مصفیدا رو خونه پیرانسالا بردن پرفتن مصفیدا بعد میبینی برای چی بیاد نوارو چی نکنم خیلی همین مصفیدا که مصفید بلوگره لیستواتش که لیستواتش که برو دروجت یکم جدی تماشا کو شو میکنی اقارت میکنی وقت صرف میکنی اقارت میکنی خیلی ما هیچ تونو میگم نه که دل میرنجده کمتره نکنین اقارت بکنیدم پرونه دارم خیلی که بیاد نگم تو چیز سخت نگم نوارو خوب کنین ما ای ذوق دیلم ای شوق دیلم ای خرسندی ما ویدیو میکنم که مور خدای مهربان با این روزا رسونده ما خیلی خرسند هستم به خدا در همین تاجیکستان ما دیدگیم که روزایی که خون میگریستیم در همین جد خون میگریستیم نه چیزی نمیافتیم بخوریم کون میافتیم ما اقرتم اونو میگذاشت این روز دیگه که چی خیلی خرسندیم ای بچه بیا اون روزا رو فکر نکنیم گپی هم یک آدمی کلون باید بگیره شما دوست باشه میگو برادر باشه حرمت یکدیگر رو بدارین فریب نکنین دزی نکنین حرام خوری نکنین خیلی ما بلاگر رو خیلی چو میکنین شما قطعی ما سرمان میکنین ما رو میکنین اوخی پگه فردا روز قیامت خداوند مرا در محکمه سودی میشونه مرا میپرسه
اوخی تو را نمیپرسه، اوخی تو را اجوری من نمیپرسه، مرا میپرسه که چرا نماز نخوندی؟ با نمازی من احتیاج نداره الله مهربان با که امر معروف کنم ما احتیاج نداره همین دینو که همش کافر شوه همش نماز نخونن که احتیاج نداره همش مسلمان شون و شاید احتیاج نداره و نداره او اختیار داده سیخته با او خدای مهربان خودش اوگاه های ما کیم تو کی اوخی چون میکنی وای میکنی در رولی چند یه دروزی با شده. خب برادر قندم زنده و سربلند باشین، دوستی و برادری کنیم، خرسندی کنیم، بخشی کنیم که این روز خدا ما را داده. بابا رو هر روز دیگه میکنی که مرا کو یا چیلینگ مپیراس میکنه یا کور میکنه در وای میکنه نوار میکنه مرا نگاه میپگه کفان دا پیچوندن اسب پیچوندی سوار کردن رفتن در همون چی مازور گورم کردن یا سیومکه کردن پارتون گفتن ای بابا خلاص میشین. من انتظارم نه که هیچ وقت نمیخوام که ما مونده شما جوانو پیش ما برید. تقدیر ساز چقدر تقدیر نویسنده چقدر جوانو رو میبینیم زیغ میشه نوبت ما مردن خیلی چیکار کنیم حرمت احترام کنیم دعاهای مرا نه دعاهای کلان را بگیرین دعاهای بابا را بگیرین نوارو بسیار ما هر روز از ذوق دل شوق دل من بسیار خرسند من نوار میکنم برای شما. این روز یک برادر کم ترک مدا وای کرد یک چی سیلکه پرتوفت همی اسماعیل توجیک سایتش آیا رفیقش بوده یکی بوده گفتم چه ساید ما بوده خودت برای سر ساید برای یک دل یک جوان دل یک برادر به دست آوردن چلیکک شم خیلی هوچ کنه برای همون لایک چک جکیدن چقدر بسیار دلی وای یفتن در کو چقدر سخنهای خوب گفتن در کو اصلا توجیک سربلندی برای به حد قینه لایک بمون میگه او بابا تو لایک بمبر برای لایک بمبر برای لایک تو برات مچیدا وای او مچیدا میره میدونم برای لایک که برای بگید پادپیسات سکر به حد مشکل چقدر بلوگرها داریم ما نامشون بسیار بد نگیریم بیا بلوگرها داریم که وایو کو باید ای تاجیکستان عزیز سربلندم همین خیلی بلوگر برو یکی ما همو آدم همین خیلی که باید 10 میلیون هم کو 10 میلیون باید ما پادپیسات سکنیم وایدا انا بلوگر انا میدونم که بلوگر بیا نوشانه گیری که تو میگی فقط تو میره میگو خطیامو گاب زنم خطیام نوار کنم خب هم رنگی من می آدم هیچ گرمی شما بمونه لایک پادپیسات سکنیم وای میلیون بگیره 2 میلیون وای بگیره خب عبدالرزاق برای نغمه بازیش بالای لفتک بازیش بخشیش خب موندینه که وای کردین عبدالرزاق بچوره خیلی که وای خب ما طرفدار مونم که فرزند توجی که نه که برادر نگاه که خیلی برادری یگام نقصان نیست در ویدیوش بیاد بمونیم لایک بمونیم پادپیسات سکنیم که ایمورم برو یکو حسین گسانف اومده خدای مهمونداریش کیسین حسن وای چقدر ای تاجیکستان خاطره ها میبره برای دیگه جا مهمان عطای خدا هیچ نگه نیکی انتظار شن نواری باباتا با حسین گسانف رسیده انشاءالله. خب برادران قندم چی گفتنی هستم اسماعیل توجی خیلی کانال نو کشوده گیای برادر اسماعیل جان قندی من بسیار مهمانداری کرد بسیار عزت حرمت کرد بسیار لختسنت رفتیم اینجا تماشا کردیم رفتیم بحر فنلاندیا تماشا کردیم بسیار مهمانداری کرد باور که چخیل ما او را مثال تعریف نمیکنیم و پشت اکران ده بشین قطیش کو ملوگی ده ملای سیاستمدار ده سیاستمدار رفیقی ده رفیق بهترین بلوگری ده بلوگری بهترین چی خواهش دارم کانالی نو امروز سیلکش بتونم مول دایجه میمونم کانال هوای را اگر خاطری بابا را کم پادپیس کنم خاطری مرا ببینین هم اسماعیل جان دستگیری کنه اسماعیل توجیکا یا لایک پادپیس ساکش کنین که کانالش بخیزه کانال شخصی خودش شوا برای همین بسیار انسانی خوبه خیلی من کدام خطی وا خوردم من میدونم نمیدونم که چه خیلی انسانه خطی کدام بلوگر خواند وای وا خوردم من میدونم بهترین بلوگر ما بهترین فقط کم ترک وای ندارم پستی و بلندی زندگی رو اولی نمیدونن همین بلوگرها جمع شد که بیا که با گپی سخت نگو بلوگرها جو اسیست بلوگرهای تاجیکستان عزیز بابا رو نمیبرین گپ زن آخه بابا هم خیلی بشینم گپ زنه آخه ولی شما ندیدن چیرا ولی چیگه نیستش بود پایره های بابا رو تای کرده نیست اگر 1000 بار ژورنالیست باشی 1000 کامرای هم خیلی باشه ولی پایره های بابیت تای کردن ده
خیلی کار میکنیم. یا زنده و سربلند باشین، دوست باشیم، برادر باشیم، بدبینی نکنیم. تاجیکی خود را باید برداریم. بلوگر ای تاجیکستان عزیز باید ما بکنیم که در جهان یکم باشه. چی کم بیدو داره؟ بیا نومشه بگیریم. همین دلوار سفر و قند باباشه بیا نومشه بگیریم. بیا همین را دستگیری کنیم. میلیون یا 5 میلیون پادپیس شویم. دام همین برام برویا گاب زنه همین را مورم فخر افتخار کنیم. باید ما داشته باشیم. ما بایدسو داریم. ما فرزندای فرزانه ملت داریم. ما در جهان خودمون معرفی کرده میتونیم. بیان بلوگری و خود همین دور اینترنت و ما دیگه همین برادر یک دستگیری کنیم. برادر دوست مراد دستگیری کنیم. حاجی دوست مراد دیگه بلوگرای لایق‌مند دستگیریشون کنیم. برادر برای که ما تاجیکی تاج داریم. ما سعدی شیرازی داریم. بنی آدم از اوی یکدیگرند که زی آفرینش زی یک گهورند. چود اوزی بدر داورد روزگار دیگر اوزها را نماند قرار. امریکا دا سخنهای زیبایی بابای انا سعدی شیرازی ابو علی بن سینا تمام دنیا دا معرفی میکنن. فهمیدی؟ زنده و سربلند باشین. رشته سخن دراز نمیکنن. بابا اسماعیل تاجیکا دستگیری کنیم. کمرش بخیزه خدمت میکنه. باباتون پشت بلاوی گورای باباتون دستگیری کنید. یک لایک چک مونده مرم خدمت برم دیگه. بلوگر رو قطعی من بلوگر مخی. من بلوگر رو قطعی میرم بینی ببینی گام میزنم. اوخی من اگر چنین ایشون نوردین جان من اگر سواد داشته باشم من بحث علمی میکنم. وای میکنم علمی اسلامی میکنم. چون ایشون نوردین جان ایشون محمود جان انا مولوی بختری مولا عبدالرحیم بو خیلی بو هستم یو دیگه نپرلی اوما بلوگری در مخیبای خیلی که پیر شیدم اساسا بلوگر آدم های 30 سالشون رفتگی باید که گپ زنن که در باره زندگی حیات زندگی گپ زنن. این بسیاری بچی نورم زنده و سربلند باشین. ایشالله با امر خدا من شما با نوازا میکنم. سلام همه غریبا زنده و سربلند باشین. اسماعیل جان قند مرد بیا دستگیری کنیم کنارش بخیزه صحبت کنه. زنده باشین. شیر الله.